السلام علیکم بیننده عزیز، سلام میرسانیم بهر شما. من امروز در این باد و هوای زیبا در این یکی از روزهای پرفیض برای تبریک کردن معلم عزیز که طول چندین سالها همچون معلم راهبر صنف ابتدایی در مکتب میانه 18 کار کرده، شغل ورزیده برای نسل نورس علم، معرفت، مدنیت، تعلیم و تربیت دادن. برای تبریک کردن قادر و دلارام خاله آمدیم که امروز جشن زادروز میلاد امور را همراهی نزدیکان، همراهی خویش و تباران جشن گرفته ایستادند. تبریک میکنیم از نام فرزندان، از نام جگربندان، از نام نفرانی که در مسافرت هستند، از نام کلین پاشا شان که در مسافرت هستند. آن لحظه ها را همراهی شمایان به هم میبینیم. سلامی که دلم را با نور پیوستید، سلامی که زندگی از تجلد زیباست، سلامی که سکوتت سکوتی کوکب هاست، سلامی که نوایت نوایی باران هاست. پیش از همه سلام و درود خود را اظهار میکنیم بهر پدران که شاهستون خاندان هستند، بهر مادران که چشمه سرشار مهر و محبت هستند. السلام علیکم میگوییم. خوش آمدم به درگاه عالم بابا به روز زادروز معلم عزیز. من امروز در دیدار بینی شما عزیزان در این سرجمی در این طربخانه طاهر بابا برای تبریک کردن برای ما افتخار است که یکی از آن کسب‌های پرشرفترین، یکی از آن کسب‌های با مهارت‌ترین که در جامعه ما برای نسل نورس برای جوانان خدمت کردن، تعلیم، تربیه، معرفت، مدنیت، علم آموخته برای نفقه برآمدند. برای تبریک کردن پیش از همه مادر عزیز، معلمه مهربان، جان فداکارانه خدمت کرده مکتب میانه 18 استاد عزیز قادر و دلارام خاله را امروز تبریک کنی آمدیم. قرصک میزنیم، تکلیف میکنیم. مرحبا. معلمه عزیز، مادری مهربان، زن بانوی مهربان، زادروزتان مبارک، مولود خجسته را مبارک باد میگویم. امروز شما را از نام تمام فرزندان، از نام اکرامکه، از نام دلافروزایتی ارشادکه، از نام کلین پاشاها، نبیره ها، پیش از همه از نام عالم بابا میخواهیم تبریک گوییم. معلمه عزیز چندین سالها قید کردیم، تاکید کردیم که جان فداکارانه مهنتی حلال کرده برای جوانان، برای کودکان، برای فرزند هر یک امین خلق آهلی که عزیزمان علم آموزاندند، برای آنها خط و سواد، تعلیم و تربیه و البته سلام علیک را، خط و سواد را آموزاندند. جان فداکارانه تا دم نفقه برآمدند برای خلق عزیز خدمت کردند. با مهنت های حلالشان همراهی عالم جان بابا فرزندان اصیل را با وای رساندند. حاضر تا آمدن همراهی فرزندان عزیزتان هم صحبت شدیم. اکرامکم و ارشادکم گفتند که ما را تکلیف نکنید که ما شرم می‌داریم. ما دوست می‌داریم مادرم. مادرم خودشان یک انسان خاکسار، صمیمی، دریادل و البته مهمان دوست و مهمان نواز هستند. نمیخواهند دل کسی را رنجانند، نمیخواهند به کسی دشنام یا یگان کس به یگان خیلی گپی بد زدن را نمیخواهند. میخواهند همه جا توی شود، روزی خورسندی شود، در خدمت باشیم. و همیشه میخواهیم مادرم تاج سری ما شده گردند. همراهی پدر عزیزم عمری دراز نصیبشان گرداند. چخلی که چندین سالها دوام عمرشان با همراهی پدرم دم پیری به دولت پیری دیده گردند. ساق سلامت در سری ما سایبان باشند. هر بار که اگر تیر ماه شود، اگر خزان روی مادرمان که ما خورد بودیم، نانپزی های مادرم به خاطرم می آید. انا همون دمها را خاطر کرده میگویم که آن دمها غنیمت بوده است. از شید بینم اگر این امر تقدیر بوده است، برای پدرم هم برای مادرم هم دم پیری آهسته آهسته قدم های خودش را گذاشته است. میخواستیم که پیر شوند و دم پیری بینند، دولتی پیری بینند، 120 ساله شوند. چخلی که عذاب کشیدند، چخلی که مشقت کشیدند بهر ما، حلاوتش را بینند، حضورش را بینند. ما میفخریم که فرزندی معلم هستیم. ما میفخریم که فرزندی راننده هستیم که آنها مهنتی حلال کردند. پیش هیچ کس به سر ما خم نیست، چرا که ما با مهنتی حلال به وای رسیده ایم. برای مادرم رسانید که میرسد فارم و گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم.
روضه و رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست. شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبالی محبت های او گشتم کلان. گیرمو بر دیده مالم خاک پای مادرم. مادر جان عزیز، حاضر تا در آمد ارشادکم گفتن که خورد بودم، در خاطرم است یک روز بیمار شدم. مادرم تا صبح نخوابیدن، در سر بالین من نشسته برآمدند و البته مادر چنین ذات بود است که چخلی که هلاک شده باشد هم، چخلی که مشقت دیده باشد هم، برای فرزندانش وقت و ساعت جدا کرده میتوانستند. بعد از همان میگویم که من اگر مادرم بیمار شوند در مسافرت میگردم، چخلی که یانشان ایستاده نمیتونم، از خدا هر صبح سحر خسته میپرسم که مادرم هیچ وقت بیمار نشود، همراه پدرم فقط صحت سلامت گردم. و البته امروز زادروزتان مبارک، مولودتان را صمیمانه مبارک باد میگویم. امروز شما را باز از نام تمام شاگردان که شما تعلیم دادید، تربیت دادید، تبریک میگویم. مولودتان خجسته باشد. نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقلی رسایم مادرم. منزل لطفی به کناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی این دیده هایم مادرم. الله های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی با بقایم مادرم. بر سرت بشکفته گلهای سفیدی آرزو، باعثی اوج من و نشأ و نمایم مادرم. مادر عزیز، بار دیگر امروز روز را، امروز bayram را مبارک باد میگویم. از نام تمام جگربندان، فرزندان و از نام نفرایی که در مسافرت هستند، کلین پاشای شما را تبریک میگویم. بگذار تشکر آنها را برای شما میرسانیم تا دنیا باشد. امروز برای شما در روی دنیا از همه گلدسته زیبا را خواستیم برای شما از نام فرزندان تقدیم کنیم. مرحمت، کلین پاشا تقدیم میکنم. یک تا قرصکی بخواد میذاریم. زاد روز مبارک. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. عالم بابا، شاهستون خاندان، عالم جنابک میخواستیم یک دقیقه وقت شما گیریم، به صحنه تکلیف میکنیم. عالم جنابک میخواستیم یک دقیقه وقتتان را گیریم. امروز روزی خرسندی، امروز زادروزی انمی استادی عزیزی ما، معلمه مهربان. میخواستیم قوت دلشتایانشان بیستید که من این خیلی فرزندها، این خیلی جگربند، از فرزند هم شیرین نبیره ها میخواهند آنها جانشان را تبریک گویند. یک تا شما یانشان بیستید. عالم جنابک، همین مردهای دهه عزیزمان سال شرمگین از حسابی که کوهستان میشنم می نمیدانم، هر کجا که رویم اگر میکروفون بلندگویک را دیدم اگر نه من شرم دارم تبریک کردن را میگویم. امروز شما استادی عزیزی ما را یک دهان سخن نغزتان که تبریک کنید پیش از همه امروز مهمانان عزیزی ما. بعد از آن که در بیرون گفته پیش دروازه و شعری که شما انتخاب کردید همون برایشان خوانده میدهم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمده. نوری دیده توی سر و همسرم دلارامای و با این روزی زادروزش تبریک مبارک میگم. میخواهم که ساعت بدرو وزیر نبره چهره بیند، چه ارزو هست دارد ارزو هستش برسد، ساق باشد، سلامت باشد. امین. رحمت. حاضر تا درآمد بیرون و مهمانان عزیز تیار بودیم که
چیزها را توفه ها را تیار کرده ایستادیم. عالم جانمک برای پیشواز برآمدن گفتن که هر جا میروی از نام پدرها بهر مادرها شعرت است. همون اندام منم خواند که هر یک پدر و مادر ارزنده هستند در این خیر روز، هر یک زن ارزنده است به این خیر شعری زیبا و عاشقانه. امروز از نام عالم جانمک بهر امروزه استادی عزیزمان میگوییم اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. قسم بر کاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم. بگذار انم خیلی مانند امروز زیب این خیلی بزمگاه شده 120 سالگیتان و از این هم زیاد شده آمده شما را تکلیف کرده روی صحنه تبریک کردن نصیب کند. امروز این بزم زیبا در این خاندان مبارک باشد. حاضر فرزندها یک تا سخن نغز و نکشان را میگویند. میخواستیم از زبان دلافروزایتی تبریکات را شنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمده. بی جان الهیم صد بد روی سری ما به ساق گرده دادم که خوش پیر شده حضوری ما نبینه حضوری نیورای بینه هیچ وقت کسل نشده. رحمت. سعادت خاله مرحمت. نوبت برای شما. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. اولا بار به درگاهی دختری من خوش آمده. نوری دیده تاجی سر میگویم. الهیم ینگملام اکم کتی خوش پیر شوند، پیری به دولت شوند. الهیم اکم حضوری نیورای چهواره هاش نبینند. الهیم هیچ وقت دستی کم و روزی بده نبینند. هزار رحمت. کنین نبیره ها تیار میونه جانه شما شعر میخونیم می؟ مرحمت. بیایید. مرحمت. مادر تو کلیدی بخت فرزندانی، دانایی جهانی با همه نادانی، از پندی نکویی تو بزرگی یابه ای مادری جان امارتی ایمانی. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من از این فرصت استفاده برده آنا جانم را با روز یوبیلیشان تبریک و مبارکبادی می نمایم. اولا بار با آنا جانم صحت سلامتی عمری دراز رزق فراز آرزومندم. السلام علیکم مهمان های عزیز. آنا جانی من شما را با جشنی 61 سالگیتان مبارک میگویم. ما همه شما را دوست می‌داریم. در یک ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم، بیا بین مای تدبیرم که در گرداب تقدیرم سرم خواهد نوازش های دستانی تو را امروز، دلم خواهد دعایت را دو دستت را چو دو بالی پرستوها و سوی قبله بکشادم. آنا جانی به دردم دور شما مگردم، شما گلی بهاره. بابا برای ما تارت شیرین و زیبا را آماده کردیم که در بالای این شیرینی در وصف مادر بسیار هم شعری زیبایی آماده کردیم. مرحمت. گلدسته را میدهیم. یک جای همراهی عالم بابا، یک جای نیت کرده شم پایش را مرحمت. نیت کرده کارت رو میبریم از آن تناول میکنیم.
جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، پایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. جوره کشد جام را میل خمار میرسد، باز به گوش آسمان قصه کند به هر چمن، باز به بخت من و تو یار به یار میرسد. استاد عزیز، مادری مهربان، امروز شما خوشبختترین زنید که امروز فرزندان با اعتبارانه بهر شما نیت‌های خود را، چنین سخن‌ها را، تبریکات خود را چنین اظهار کرده. مانند نمی دستگلی زیبا همیشه شکوفان شده، همراهی احمد جان عزیز عمری دراز نصیبتان گرداند. در همیشه اعتباری فرزندها باشید و توی عروسی نبیره ها را دیدن نصیب کند. امروز روز خرسندی مبارک بر همه نفرانی که برای تبریکی استادی عزیز آمدن، برای تبریک کردن امروز صاحب جشن آمدن. هر یکی آن نفران را با این صحنه زیبا تکلیف میکنیم، یک جای همراهی امروز صاحب جشن ها میرقصیم، خرسندی میکنیم. زادروز مبارک، خوش آمدن میگوییم. ای یار بیا دلدار بیا، دلم را بودی کو یار بیا. ای یار بیا دلدار بیا، دلم را بودی کو یار بیا.
جانم ناز یار دلاساز که دلدار تویم اینقدر زار مکن اینقدر زار مکن بجان خریدار تویمه بله 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 رقصیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله 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 رقصیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله 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 رقصیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله 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 نام تویم اینقدر زار مکن اینقدر زار مکن بجان خریدار تویمه بله 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 رقصیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله 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 رقصیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله 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 رقصیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله 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 رقصیدن آش بله 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 چرخیدن آش بله دانه کسانه دانه 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 یک دانه درد دلم میماند یار بخارا میرفتیم دیگر کسانه دانه بلا بلای عشقت یار که برای عشقت آخر خراب میکند درد بلای عشقت دانه دانه یک دانه درد دلم میماند یار بخارا میرویم دیگر کس خانه دانه دانه یک دانه درد دلم میماند یار بخارا میرویم دیگر کس خانه دانه 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 یک دانه درد دلم میماند یار بخارا میرویم دیگر کس خانه دانه من بیننده های عزیزی ما این بودن یک لحظه پر از خرسندی پر از شادی. امروز استاد عزیز قادر اوارا در جشن زادروزشان در مولود خجسته میلاد عمر صمیمانه تبریک کردیم. آن لحظه ها را مانند همه روزه پیشکش شما کردیم. بگذار این خیلی بزم ها زیاده باشد. آرزوهای شما را، نیت های شما را آمده به چنین روزها رساندن نصیب کند میگویم. زادروز مبارک استاد عزیز، آموزگار مهربان، روزتان مبارک.
تویی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پرورد ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم معوا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم